استارت اولی که میزنیم شاخص میاد جلو، فک رو جمع نمیکنه. آماده میشه پروفیلر رو بچینه، پروفیلر میچینیم. کارگران با این دستگاه خیلی جالبه، من خودم یه تجربه جدید. حالا فک رو جمع میکنه، الان کفر رو میبنده، کفر رو نبست باید تنظیم بکنیم. کفر رو آزاد بود، الان آماده شد، همه در ترار رو هم خب فک بسته شد. حالا بریم پروفیل بغل بذاریم. اول ببخشید فک رو ببندیم. الان 3 تا جمع شد، دیدید اومد فشار اومد رو هم، طبقات رو هم جمع شد. خب بغل جمع شد. پروفیل خوبی نیست آسان، اصلا فشار رو له کرد. فشار رگولاتور رو بالا میاریم پایین، اما له کرد. یه بار آوردیمش پایین. پدال داره برای این مرحله، با دست نگه داریم، پدال رو بزنیم رفت برای جوش. المنت اومدن، پایین دو بالا رو داره 3 تا فک آب میکنه. 3 تا فک همزمان داره آب میشه، ذوب میشه، ذوبش مشخصه رو پروفیلا. پشت همین شکل تا پایین ذوب کرده. منتظر میمونیم تا جوش تموم شه.